سرخط خبرهای مهم. آژانسی آمار گفت نرخ گوشت و روغن قیمت و آرد ارزان شد. محکوم شدن راهبر یک دیاسپورای تاجیکان برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی و سوال به والدین برای تعطیل کودکان چی نقشه دارند. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم می‌گردد. امروز جمعه 31 اکتبر. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان 2 نفر را که در پی یک صدمه نقلیاتی به آب افتاده بودند نجات داده است. این حادثه روز 28 اکتبر در کیلومتر 68 راه ماشینگرد دوشنبه خوجند در حدود ناحیه ورزاب رخ داده است. به اطلاع منبع هنگام حرکت به سمت ناحیه مسجد کوهی راننده автомашин تمغه پیکاپ فوتون از عهده اداره ماشین نبرآمده نقلیات به جری عمقش تا 250 یا 300 متر سر و زیر شده است. هنگام صدمه در ماشین غیر از راننده یک مسافر هم بوده است. کمیته حالت فوق‌العاده میگوید نجات دهندگانش سری وقت به جای حادثه حاضر شده این 2 نفر را بالا آوردند و به بیمارخانه ناحیه ورزاب انتقال دادند. اما در راه انتقال به بیمارستان راننده که جراحت‌های وزنی برداشته بوده است ففتیده است. همسفر او با جراحت‌های سبکتر در بیمارخانه بستر است. در رابطه با این کمیته از شهروندان خواسته است هنگام سفر در راه‌های کوهی به قاعده‌های بی‌خطری رعایت کنند و سرعت حرکت ماشین را بالا نبرند. مسئولین نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان در روسیه همراه با راهبر جمعیت تاجیکان شهری انگرسک از مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجی بازدید کردند. نمایندگی هدف این سفر را از نزدیک شناس شدن با شرایط بود و باش شهروندان به خصوص مهاجران مهنتی همچنین مساعدت به حل مشکلات اجتماعی و حقوقی آنها نامیده است. مسئولین نمایندگی با شهروندان تاجیکستان که در این مرکز نگهداری می شوند صحبت کردند. با اطلاع منبع حالا در این مرکز 18 شهروند تاجیکستان نگهداری می شوند که 17 نفر آنها دوام هفته اخیر بنابر نداشتن حجت‌های بود و باش قانونی در شهرها و ناحیه‌های گوناگون ولایت ایرکوتسک دستگیر شدند. در سفر اخیر پوتین به تاجیکستان که از 8 تا 12 اکتبر دوام کرد و درازترین سفر خارجی پوتین دانسته می شود، میان تاجیکستان و روسیه 3 سازشنامه مربوط به مهاجرت بسته شد. اما در 2 هفته اخیر آزار و اذیت و اخراج مهاجران از جمله مهاجران تاجیک شدت گرفت. به نقل یکی از مهاجران روز 23 اکتبر بیش از 200 مهاجر اخراج شده از مسکو به کولوب آمدند. 25 اکتبر مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که در پی یک عملیات مقامات روسیه در یکی از بازارهای یکاترینبورگ مهاجران سخت لطخوب شدند. حاکم شاه توارف راهبر پیشین جمعیت تاجیکان در حوزه مختار یمالانینسک برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی به 3 سال زندان محکوم شده است. دادگاه شهری لابیتنانگ حکم حاکم شاه توارف را که برای تقلب در امتحانهای مهاجران مجرم شناخته شده است اصلاح کرد. به اطلاع صحیفه رسمی دادگاه ماه ایول سال روان با توارف حکم شرطی داده شد ولی در اساس شکایت دادستانی پرونده دوباره بررسی کرده شد. گفته می شود توارف به حیث رئیس جنبش جمعیتی عمومی روسیگی مهاجران مهنتی تاجیک و راهبر غیر رسمی جمعیت تاجیکان در حوزه مختار یمالانینسک نامزدها را برای امتحان سپاری مهاجران گویا انتخاب می کرده است. او گویا از مهاجران برای امتحان قلبکی و دریافت اجازه کار 8500 روبل و برای حقوق اقامت 10,000 روبل می ستانده است. به اطلاع کمیته تفتیشاتی توارف با کمک یاردمچیش مارینا گرنر برای امتحانها که به طور ساخته گذرانده می شدند به مهاجران جوابهای درست را نشان می دادند. به اطلاع تفتیشات به همین اصول از ماه ینور سال 2022 تا نوامبر سال 2023 در حوزه مختار یمالانینسک قریب 200 شهروند خارجی از امتحان گذشتند. همه این نفران در پرونده همچون شاهد شرکت داشتند. دادگاه حاکم شاه توارف را طبق بند ا قسم 2 ماده 321 کدکس جنایی روسیه یعنی تشکیل مهاجرت غیر قانونی گناهکار دانسته او را به مهلت 3 سال از آزادی در کلونیای اصلاحی نظامش عمومی محکوم کرده به مبلغ 400,000 روبل جریمه بسته است. شریک او مارینا گرنر نیز به 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین تشکیل کننده این نقشه
کارمند دانشکده دولتی زبان روسی به نام پوشکین ارتور یحیویف را به 4 سال زندان محکوم کردند. سر از پگاه 1 نوامبر خوانندگان مکتب‌های میانه تاجیکستان به تعطیل تیر ماهی می‌روند. بنا به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان، چهارشنبه یکم در مکتب‌های کشور امروز 31 اکتبر به آخر رسیده، مکتب بچه‌ها از 1 تا 7 نوامبر استراحت خواهند کرد. این نهاد سال‌های اخیر در تعطیل برای خوانندگان رویخط کتاب‌های بدیعی را برای مطالعه توصیه می‌دهد. امسال وزارت از پدر و مادران دعوت کرده است که در تعطیل تیر ماهی نظارت را بالای فرزندان جدی کنند تا از تلفن موبیل زیاد استفاده نبرند و آواره‌گردی نکنند. همکاران ما از والدان پرسیدند که برای فرزندان خود در تعطیل چه نقشه دارند. پاسخ را یک جا می‌بینیم. دیوار زندگی می‌کنیم، خیلی نقشه بودکو با همین کار خونه و مثلا 10 روزی همین تعطیل داد کار خونه داد. نبیرم راستیگه باید کانیکل قشلاق بروند. خیلی چی هستی؟ باید بروند و جمع بیرن خب همین 1 هفته میخونن و چخیل حولی دخه بوزی کده میگردن همی خیلده در دیها اولی چی در شهر یکم مرکزی و یکم هستم بچم خیلی یاد روز بو کم تر بریم یک کم تر عصبوشون پس این میخونن میرون به همه چی مشغول هستن باید بریم یک کم طرف یاد روز دام بگیرم بو گشته بیاریم شون. На осенних каникулах я تعطیل تیر ماهانه را من میخواهم خوب گذرانم. میخواهم که به بالت روم، آثارخانه‌های گوناگون را بینم و به تئاتر روم. همچنین به همه مشورت میدادم که به تئاتر روند و به چیز خاصی مشغول شوند که برایشان معقول باشد. театр и заняться чем-нибудь особым, чтобы это вам нравилось. بیشتر خوراک خشتبار برای تماشا کردن شهر، سیرگشت، سیاحت کردن. کجا را میخواهید این دفعه تماشا کنید؟ این دفعه دلخواه کجای خشم میخواهند. موافق طلبی همینو ما که خیلی کلان سال یا طلباتشون دیگر کن. در دیها برای تعطیل چی امکانیات هست؟ در دیها برای تعطیل امکانیت نیست. هم دیها هست. یکم نویگری نیست. موافق با عروسی گم یکم اینترس نیست. اساساً ما با درسی بالت میریم. معلممون نازنین یولچیوا هستند و بسیار چه که با زبان روسی میگویند اندیویدوالний подход к каждому ребенку шавқовар мешад ҳар як кӯдак ба на ин ки дарсошон аслан 29-ум 30-ум ба ва ё як вай доранд вечер киномузыки ва бисёр шавқовар аст ҳар як ҳам калонсолон ба ҳам кӯдако ба барое ки кӯдаконе ки ба балет раванд ба музыка раванд рассомӣ мекунанд интеллекташон назар ба дигар кӯдако фарқ мекунад. روز کانیکول میشد من خودم کتی باباشو مایده کلامون فرخور خونی دخترم میرم 2 کلین دارم یک تا دیگه شم میگه خونی بی میرم اونجا میرم اوه خیلی در اینجا باشم هر روز پارک تماشا اینجا اونجا دلشو به زدگی و خودش قشلاق روان ایست روان اوست روان گردن. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. در تاجیکستان نرخ محصولات استعمالی 2% افزوده است. اگنتی امور تاجیکستان با نشر این معلومات گفت بالوروی نرخ به گوشت و سبزیجات و روغن داخل دارد. در این زمان بعضی از نوع‌های میوه و محصولات شیری ارزان شدند. بنا به امور اگنتی در بین سبزیجات از همه بیشتر نرخ کرم و سبزی بالا رفته است. نرخ روغن آفتابپرست نیز به اندازه 8.5% زیاد شده. گوشت گوسفند در این دوره 14 و گوشت گاو 12% قیمت شدند. نرخ آرد به اندازه 10، برنج 3 و پنیر 6% ارزان شده است. طبق معلومات اگنتی این نشان دهنده ها به حساب میانه گرفته شده به معلومات در بازارهای پایتخت اساس یافته است. تغییریابی نرخ محصولات مورد نیازی اولیه در حالی است که ساکنان پیوسته از معاش کم و نرخ‌های بلند در بازارهای کشور نگرانی می‌کنند. برخی اقتصادشناسان میگویند افزایش معاش در تاجیکستان با سبب تورم یا انفلاسیون زیاد احساس نمی شود،
چون ارزش مال و محصولات و خوراکباری در تاجیکستان پیوسته در حال بالا رفتن می باشد. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 31 اکتبر خبر می دهیم. با یک قرار انجمن 22 کمیته مرکزی حزب کمونیست جسد یوسف استالین رهبر سابق اتحاد شوروی که بیش از 30 سال سر قدرت بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر سال 1961 در شرایط مخفی از موزله برداشته شده در نزد دیوار کرملین به خاک سپرده شد. جسد استالین از زمانی درگذشتش در سال 1953 در این مقبره نگهداری میشد، ولی بعد فاش شدن کشی شخص پرستی استالین مقامات حزب کمونیست تصمیم گرفتند در آن تنها جسد لنین را نگاه دارند. 31 اکتبر سال 2013 نظام نظارتی شهری به خطر فعال شد و در تمام کوچه و خیابان‌ها دوربین و کامراهای نظارتی به کار درآمدند. هدف اساسی نظارت از بی‌خطری حرکت نقلیات و پیاده‌گردان در راه، تربیت آداب حرکت و پیشگیری از فساد گفته میشد. این نظام یک قطار مشکلات مثل بدرفتاری در کوچه‌های دوشنبه را از بین برد، ولی باز هم مشکلی مثل حضور زیاد کارمندان بازرسی در خیابان‌های مرکزی و گاه چشم‌پوشی مقامات به قانون شکنی‌ها با اشتراک راننده‌های با نفوذ پر از بین نرفت. 31 اکتبر سال 2014 مقامات تاجیکستان از همه شهروندان تقاضا کردند که مطابق به طلبات نوی روسیه در صورت نیت سفر به این کشور به خود شناسنامه خارجی بگیرند. این طلبات از 1 ینوار سال 2015 در عمل اجرا شد. روسیه سمت اصلی سفر و کار شهروندان تاجیکستان در سالهای استقلالیت گردید. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 111 سومانی، 100 یورو با 1077 سومانی و 100 دلار را 928 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود، اما شما می توانید روزهای استراحت هم از سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی خبر و گزارش‌های نو را پیدا نمایید. به صورت خوب داشته باشید. خدا نگهدار.